توی این چند هفته گذشته توی اکسپلور هر پستی رو که باز می‌کردم محتواش این بود که یه دختر ادایی باید اینجوری لباس بپوشه، دختر ادایی رنگ موهاش همیشه یک دست و تمیزه، یه دختر ادایی ناخناش همیشه ترمیم شده است، یه دختر ادایی بلند نمیخنده، قوز نمیکنه، فقط سالاد میخوره، مراقب رژیم و غذاهاش هست، یه دختر ادایی مدام ورزش میکنه. چرا واقعا؟ چرا هممون باید مثل یک دختر ادایی رفتار کنیم؟ از ویژگی‌ها و تفاوت‌هامون چی میشه؟ مگر همین چیزا نیست که ما رو خاص و متفاوت و منحصر به فرد از دیگران میکنه؟ شما فرض کنین که قرار یک آدم کامل و پرفکت بدون هیچ عیب و ایراد و نقصی بشین و مدام مثل یک ربات رفتار کنید. فکر کنید که همه آدما میخوان این روتین رو دنبال کنن و همه مثل هم دیگه بخوان رفتار کنن. موقع واقعا چه تفاوتی بین آدما وجود داره؟ مگه همین افکار، عقاید، طرز رفتار، طرز پوشش‌های مختلف و غیره نیست که ما رو از همدیگه خاص و منحصر به فرد میکنه؟ اینکه شما بخواید آروم غذا بخورید یا قوز نکنید یا با احترام با دیگران صحبت کنید، اینا از الزامات یک رابطه است و طرف مقابل هم باید همین رفتارها رو داشته باشه. این مختص به خانوما نیست و حتی آقایون هم باید به این شکل رفتار کنن. اونا هم باید به پوشششون اهمیت بدن، اونا هم باید به نوع رفتاری که دارن و همه چیز باید اهمیت بدن. از همه مهمتر مگر غیر از اینه که یک دختر ادایی یعنی یک دختر بدون عیب و ایراد و هیچ گونه نقصی. این دختر در آینده شخصیت کمالگرا پیدا میکنه و همه چی رو در بهترین حالت خودش میخواد و کمتر از اون رو اصلا نمیتونه قبول کنه و این کمالگراییه که خیلی وقتا ما رو به سمت نابودی میکشونه. توی روابط نمیتونی با هر کسی دوست باشی، نمیتونی هر جایی بری، هر جایی سفر کنی، باید همه چی رو در بهترین حالت خودش انجام بدی، کاراتو باید تمام و کمال بدون نقص انجام بدی و میدونی این بار سنگین مسئولیت چه بلایی قراره بر سر تو بیاره. تو توی روابط والد و فرزند هم ممکنه برات مشکلاتی ایجاد کنه، چون مدام توقع داری که اطرافیانت هم مثل خودت رفتار کنن و همه چیز رو توی بهترین حالتش بخوان. بهترین نمره، بهترین مدرسه، بهترین پوشش، بهترین رفتار. و زندگی این نیست. ما مدام با چالش‌های مختلف مواجه میشیم. ممکنه یه سری جاها شکست بخوریم. یه دختر ادایی در نهایت نمیتونه شکست‌ها رو تحمل کنه و ممکنه دست به خودکشی و هزاران چیز دیگه بزنه. پس دختر ادایی بودن همیشه خوب نیست و همه جا جواب نیست. سعی کنید خودتون باشین، خودتون همینطور که هستین بپذیرین و دوست داشته باشین. در نهایت امیدوارم این پست رو دوست داشته باشین و برای کسانی که فکر میکنید بهش نیاز دارن بفرستین و با لایک و کامنت حمایت کنین و به هم بگین که آیا نظرتون در مورد دختر ادایی بودن تغییر کرد یا نه. ممنونم.